سلام. آقا بالاخره بعد از 42 سال ولی فقیه نظام آخوندی حرکت رو به جلو انجام داد و نظام رو از شر یک پدیده دست و پاگیر رو روی مخ و فوق‌العاده خطرناک نجات داد. چی بود این انتخابات رو رأی بده، رأی بشمار، مناظره بذار، از این ادا اطفارهای دموکراسی بازی و این حرفا؟ بابا نظام ولی فقیه، یه نفر اون بالا نشسته برای 80 میلیون تصمیم میگیره. دیگه رأی مردم کیلو چنده؟ با ولی فقیه تصمیمشو گرفته که رئیس جمهور بشه. نگاه از الانم قشنگ اعلام کردن رئیس جمهور محترم جناب آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی. آیت اللهشو که نفهمیدیم کی شد، چون این درس نخونده، از 20 سالگی داشت توی دادگاه حکم اعدام میداد. فقط من بودم این دکتر توی پرانتز رو با چه رویی به این جلاد چسبوندن. بعد حالا جالبه هنوز این سیرک برگزار نشده، آمار تعداد کسانی که شرکت میکنن توی انتخابات و به این یارو رأی میدن رو هم خبرگزاری سپاه اعلام کرده. نگاه، طبق آمارگیری خبرگزاری فارس 53% شرکت میکنن که از اینا 72.5% قراره به رئیسی رأی بدن. یعنی چوپان دروغگو دیگه اینجا وای میسته فقط دست تکون میده. من یه خسته نباشید میگم خدمت بچه‌های خبرگزاری فارس. دیشب زودتر از همیشه ما رو از کاندیداها مطلع کردن، یه نظرسنجی هم گذاشتن که 72.5% برای رئیسی رأی بدن. اگه تعداد آرا رو هم زودتر به ما بگن ممنون میشیم. یعنی به هر قیمت میخواد این آیت الله قتل عام رو رئیس جمهور بکنه. دفعه قبل خرش از پل انتخابات رد نشد، این بار برای اینکه حتما رد بشه همه رو کنار زده تا بالاخره بگه ما هم با انتخابات اومدیم سر کار. چه مدل انتخاباتی؟ امام جمعه اصفهان گفته باید سوریه را الگو قرار دهیم که بیش از 95% به بشار رأی دادند. یعنی دموکراسی‌های غربی پیش این نوع انتخابات احساس حقارت میکنن. بعد انتخاباتشون چقدر قشنگه، چقدر شفاف، روباز رأی میدن، خیلی هم ساده است. شما فقط کارت شناسایی رو میدی، نفرات حوزه خودشون روی بشار الاسد علامت میزنن، کارت شناسایی رو برمیگردونه، بعد رأی رو میذاره توی پاکت و در یک حرکت فوق‌العاده دموکراتیک پاکت رو میده دست نفر که خودش رأی رو بندازه تو صندوق. ها؟ پس خامنه‌ای میخواد آمار مشارکت بسازه، یه همچین الگویی داره. ولی هدف اصلی خامنه‌ای از این جنگ قدرت اینه که با کمترین هزینه قدرت رو توی جناح خودش قبضه کنه. بر تقدیر عزیزان، امروز ما به یه مرحله خالص سازی از انقلاب رسیدیم و یقینا موفق میشیم. البته اینکه خالص سازی حتما با موفقیت همراه باشه محل تردیده. همچنین بی هزینه نیست. یه قلم این که کسانی که توی این خالص سازی کنار گذاشته میشن، حداقلش اینه که دیگه نفر تو نمیشن. یعنی اون نیروی سرکوبت ضعیفتر میشه. بعدش هم وقتی تو کسی رو حذف میکنی از انتخابات، دیگه راهی جز کف خیابون باقی نمیذاری برای تغییر وضعیت. چه بسا حتی برخی هاشون هم مقابلت بایستن. اینا یه جوری حرف میزنن که انگار مردم مکلفن برن به هرچی اینا میگن رأی بدن. طاغوت دیگه، بمانم رأی بده. من گفتم آقا 2 بار شما ما رو رد کردی، هیچی نگفتی، ولی این دفعه اگر بخواید همونو تکرار کنی من احمدی نژاد دیگه شرکت نمی کنم. خب رئیس جمهور سابق نظام که یه زمان نورچشمی خامنه‌ای و ارزشیا بود داره میگه این نظام طاغوتیه. طاغوت یعنی چی؟ یعنی سلطنت ولی فقیه دیگه. خب این مشروع میکنه که هر کی از راه میرسه به این سلطنت یک لگدی بزنه. واقعا شرم بر اون کسانی که به نام جمهوری، به نام ایران، به نام اسلام دایره انتخاب مردم رو محدود کردن و بازنده اصلی انتخابات شخص مقام معظم رهبری. خب این صحنه ها باعث میشه که همون ارزشیایی که سال 88 به خاطر دفاع از احمدی نژاد اومده بودن کف خیابون، الان برای مقابله با احمدی نژاد بخوام بیان توی میدون. بخوای بیایم بریزی کف خیابون، خاله جان خودم میام کف خیابون. اون که ظریف بیشرفشه،
بالاتر از اون، گنده تر از اون پرزیدنت دار دسته محمود جان که الان دلستر با الکل بالا زده بخواد بیاد کف خیابون اینها، بسم الله بسم الله. این دفعه عفت و محمود و اصغر و اکبر میخوان بریزن کف خیابون منطقه با. بسم الله. به خاطر یاوه‌گریات اینا محمود جان، اینا آشغال خوری هایی که کردی اینها تصمیم بگیرن که نیایی. مثلا چیکار میخوای بکنی؟ مثل موسوی فتنه‌گر و اینا با همه اون که با همه داستان اومده که تو هم میخوای به کف خیابون. بسم الله. نامرداست نیا. قشنگ معلومه که کابوس کف خیابون داره نابودشون میکنه که این مثلا اومده بهشون روحیه بده و توی تاریکی سوت بزنه. اما حتی همین قمپزدر کردن پاسدار قاسمی رو اون طرفی ها بی جواب نگذاشتن. ببینید دوستان، من آدم بیادبی نیستم، ولی امروز یک کلیپ دیدم از سعید قاسمی، به مولا دلم سوخت به حالش که چقدر بدبخت و ذلیل و خوار شده. سعید خان، تو عددی نیستی که بخوای راجع به دکتر صحبت بکنی، مال این صحبت ها نیستی. دکتر حواله بده کف خیابون، اصلا دون شأن دکتره که بخواد جواب تو رو بده. من حمید فیض‌آبادی بهت میگم نیست اگه کف خیابون. آخه پسر جان، عمو جان، زشته برای بچه حزب‌الله همچی گوش خوره. والا به مولا حالا چی بهشون نمیگه، پررو شدن. به نظر میاد که جراحی کردن بخشی از نظام توی این جنگ قدرت یه خونریزی هایی ممکنه داشته باشه، اونم برای جسم ناقص و نحیف نظام ولایت. چون همه میفهمن که وقتی همه رقبا رو حذف کنی که نفر خودت رو بیاری، دیگه جایی برای دفاع از این نمایش انتخابات باقی نذاشتی، حتی برای نیروهای خودت. داشت میگن 7 سلیقه بوده. من آقای مهرعلی‌زاده یا آقای همتی مثلا نماده کدوم سلیقه محسوب میشن؟ جدی من سوالمه، من متوجه نمیشم. یعنی اینا رو آوردن برای زینت المجالس، یعنی میمونه ما تیم ملی آرژانتین رو بیاریم ببریم جلوی یک تیم دسته دوی لیگ ایران، بعد بگیم این نماینده فوتبال ایران. یه جورایی شبیه شوخی میمونه دیگه. اون آدما حالا اومدن واقعا نماینده نیستن. حالا برای قشنگ شدن این ویترین 2 نفرم گذاشتیم، ولی واقعا نماینده نیستن و ما با یه انتخاباتی طرفیم که همشون به غیر از اون 2 نفر که حساب نیستن، همشون از یه جناحن. اون چند نفر اومدن برای مدل این اومدن که پوشش بدن اون یه نفر. متشکرم. بات به اون معنا نیست. واقعا ما با یک اتفاق عجیب غریب روبرویم، یه جوری که دیگه صدای بچهای جریان اصولگرایی هم در اومده. ببین الان همون بسیجی که تا دیروز مقاله مینوشت از این نظام دفاع میکرد، همون هاج و واج مونده که چطوری از این صحنه دفاع کنه. خب آقا یه بار مستعان درست میکنی، خب بسیجی میگه شاید من نفهمیدم چی شد، ولی تموم میشه. این دیگه سرنوشت نظامشه، نمیتونه باش کنار بیاد. من روز من دارم اعتراض میشنوم حتی از جانب بچه مذهبی ها که آقا رقابت در این انتخابات ضعیفه. یعنی ما باید کشورمون طوری باشه که انتخابات خوب انتخاباتیه که حتما این گزینه ها با هم دشمن باشن. یعنی ما افرادی رو تربیت کردیم که همه شایسته ریاست جمهوری هم و با هم دشمنن، بعد میگه تا اینا با هم دشمن نباشن انتخابات نمیچسبه. حالا ببینید که این مالکش ولی فقیه برای ماستمالی این نمایش مضحکی که تحت نام انتخابات راه انداختند چه تقلایی میکنه. بین آقای الف و آقای ب اینا دولت تشکیل میدن، دولتشون با هم خیلی فرق میکنه. اجازه بدید یه تنفسی در جامعه ایجاد بشه، این دیکتاتوری روانی برطرف بشه، ما فرقهای اینا رو تازه ببینیم. من بحث شما هم متوجه میشم متوجه نمیشم، اما همین الان بحثی که شما مطرح کردین یه سوالات متعددی در ذهن خودم شکل گرفته. بیشتر توضیح بدید. حالا من به جای اینکه یه مقدار سوالات جدید مطرح کنم میخوام این بحث رو بیشتر توضیح بدید. عرایض من جانبداری از یک کاندیدای واحد نیست، برعکسه. یعنی شما الان معتقدید کثرت در چطوری بگیم که کثرت افراد مستقلی که هم نوع مدیریتشون با هم دیگه متفاوته، هم نوع نگاهشون با هم دیگه تفاوت‌های مهمی داره، تفاوت‌های کلیدی که یک کسی مثلا توی خیلی از موضوعات ممکنه نباشه، ولی این تفاوت‌ها هست. نمیفهمم چرا این یارو مجری تفاوت‌ها رو نمیبینه.
بابا اینا رو نگاه کن، یکیشون 90 کیلو، یکیشون 130 کیلو. این تفاوت نیست؟ سایز کفششون با هم فرق میکنه، عینکاشون مدلش با هم فرق میکنه، نوع ریششون. این همه تنوع چرا شما نمیبینید؟ به قول یکی میگفت که تنوع شورای نگهبان از تنوع این لیستی که منتشر کردن خیلی بیشتر هست و باز هم به شوخی یک نفر میگفت که اصلا انتخابات رو برگزار نکنن، پولشو بدن به یه خیریه. به نظر میرسه که بهتر از اتفاقاتی که داره میفته ما مشارکت با هم داشت. یعنی شما تصور کنید که ما مناظراتمون میخواد چه شکل باشه. یکی توییتی زده بود خیلی جالب بود، نوشته بود که آقای رئیس اگه وارد سالن مناظره باشن بعد شامل صلی علی محمد رئیس جمهور آمد. بله، مشکل بریدگی و ریزش در ابعاد کلان یکی از تبعات این خالص‌سازی نظام خواهد بود که بعضی از خودی‌ها ابعاد این ریزش رو در حد میلیونی میدونند. یه نمونهش سردبیر سابق کیهان که گفته بود میلیون‌ها تن در انتخابات 1400 از صف مدافعان نظام جدا خواهند شد. و به این ترتیب خیلی‌ها که تا دیروز ساکت و سر به زیر بودند هم صداشون در اومد. شما حق داری رأی بدی، منم حق دارم رأی بدم. شما حق داری نماینده خودتو انتخاب بکنی، منم حق دارم اونی که دلم میخواد انتخاب کنم. نمیشه تو برای من منتخب معرفی کنی بعد بگی آقا بیا به این رأی بده. همونهایی که تا دیروز مردم رو از هر حرکت شورشی پرهیز میدادند و میگفتند پاشید بیایید انتخابات همه چی حل میشه، همونا تازه بعد از 40 سال به این رسیدن که این نظام یه مشکلات بنیادین داره که اصلا توی انتخابات هم برنده بشی، رئیس جمهور هم بشی، باز هیچی تغییر نخواهد کرد. چون بابا اینجا مملکت دست ولی فقیه، نه رئیس جمهور. هر رئیس جمهوری که بیاد سر کار که مرید الان رهبرم باشه، ذوب در ولایت هم که باشه، 2 سال دیگه با رهبری کنتاکت پیدا میکنه. دلیلش؟ ساختار. رئیس جمهور از طرف مسئول حل فصل که مشکلات کشوره، از طرف رهبری چیزایی در مقابلش میذاره که اصلا با اون کار امکان نداره. مثلا فرض کن به رئیس جمهور بعدی رهبر بگه که مذاکره نکن با آمریکا. مثلا میگم این یعنی تحریم تداوم پیدا کنه. امکان نداره رئیس جمهور بعدی بتونه با این تحریم مشکلات اقتصادی جامعه رو حل کنه. FATF رو باید بپیونده ایران. نه پیونده دنیا بانکاش با ما کار نمیکنن. بانکای روسیه و چین کار نمیکنن. بانکای اروپا و آمریکا که هیچی. خب رئیس جمهور باید بره اول رابطش با بانک‌ها برقرار کنه. اگه فرض کن نظر رهبر این باشه که نباید باشه FATF، بنبسته. آقای احمدی نژاد با چه جستی اومد توی انتخابات؟ ذوب در ولایت اومد توی انتخابات دیگه. اصلا شعارش این بود که من اومدم تیرها به جایی که به رهبری اصابت کنه به من اصابت بکنه. حالا ببین موضوعش چیه؟ آیت الله خمینی نسبتش با آیت الله خامنه‌ای چطوری بود؟ مریدش بود دیگه. اصلا من تا اونجا که باطنش هم میدونم که عاشق آیت الله خمینی بود. آقای خامنه‌ای درسته؟ بنبست خوردن. 4 سال آقای خامنه‌ای در دوم ریاست جمهوریش قهر بود عملا. شما تو این انقلاب کسی داری نزدیکتر از آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای؟ هیچ 2 نفری ما نداریم که انقلاب هم نزدیک باشن. درسته؟ به بنبست خوردن. بعد آقای خاتمی اومد به بنبست خوردن. آقای احمدی نژاد اومد به بنبست خوردن. آقای روحانی اومد به بنبست خوردن. اما چیزی که ولی فقیه تشنه قدرت در نظر نمیگیره یا بهش بی‌عنایته اینه که این ولعش برای قدرت و این بازی که داره میکنه بدون تماشاچی نیست. یه مردمی هم توی این مملکت هستند که قدرت اصلی دست اونهاست و هیچ کس نمیتونه بدون در نظر گرفتن مردم تا ابد حکومت کنه. مردم پشت سر ما برید ارزیابی کنید. مردم پشت سر ما حرفای خوبی نمیزنن. مقصریم. باید رفتارمون و نگاهمون رو اصلاح کنیم وگرنه این مملکت در خطره. نگو من امیرم، دستور میدم. اونایی دیگه باید اطاعت کنن. غلط کردن. این ادبیات 3 تالیف فاسد داره. قلب و سیاه میکنه، دین رو تضعیف میکنه و تقرب من الغیر، تغییر و دگرگونی رو نزدیک میکنه. تغییر و دگرگونی، این همون چیزیه که ما بهش میگیم سرنگونی. همون که الان توی فضای مجازی و واقعی هشتگش بیش از هر زمان دیگه‌ای روی بورس هست. رأی من سرنگونی. چون دیگه بین مردم و حکومت حرف دیگه‌ای باقی نمونده. میخوام بگم آقا ما ترسی نداریم. ما ترسامون تو این 42 سال ریخته دیگه. انقدر ترسیدیم که ترسامون ریخته. این ماسک من وردارم که این آقای حسن کلیدساز
چهره ما رو ببینه. بابا از 80 میلیون جمعیت ایرانی معذرت میخوام که یکی از همونا خودم بودم که رفتم به این حسن کلیدزاد بی همه چیز رأی دادم. آقا رأی ندید، به کی رأی بدیم آخه؟ یکی دیگه میخواد بیاد از این پدر سوخته تر، از این حقوق بازتر، از این جنایتکارتر. خب حکومتی که فقط روی ترس و ارعاب مردم بنا شده، طبیعیه که بیش از همه از همین وحشت داره که ترس مردم بریزه و این اتفاقیه که الان داره روز به روز توی جامعه بیشتر رخ میده. هموطنان عزیز، باز امروز شنیدیم که نیروی انتظامی اومده گفته کسانی که در فضای مجازی برای رأی ندادن تبلیغ میکنن اینا رو ما باشون برخورد میکنیم. نیروی انتظامی، تو یک انسانی یا خامنه صفتی؟ رأی نمیدهیم به کثافت و کفتار، رأی نمیدهیم به قاتل، رأی نمیدهیم به بیشرف و بی انسان و نابخرد و سبک مغز. این عین دیکتاتوری هم گذشته که شما بیای بگی آقا در فضای مجازی برخورد میکنیم کسانی که بگن دوست نداریم رأی بدیم این مردک سبک مغز خرفته مچاله برای من حکومت کنه، نمیخوایم رأی بدیم. برخورد کن. خیلی شما به این قدرت اسلحه‌تون نازیدید. خیلی خامنه‌ای فکر میکنه پشت لوله گرم اسلحه‌ای پدرتو در میارم با توکل به باورهای درونم. وقتی که ترس مردم بریزه، هیچ کس بهتر از خامنه‌ای نمیدونه که دیگه اون جو ترس و اختناقی که میخواست توی جامعه حاکم کنه اثرش رو از دست میده. اون وقتی که قدرت انفجاری مردم فرصت بروز پیدا میکنه و تعادل میچرخه. اون روزه که دیگه برای بعضی ها سوراخ موش هم پیدا نمیشه. وقت بخیر و خدا نگهدار.